کشاورزان شهر حصار دستور و هدایت‌های پرزیدنت کشور را در مورد کشت با صفت پولمدانه بلند برداشتن حاصلنوکی و زیاد کردن میدان پرورش آن دستور فعالیت قرار داده نیت دارند که سال جاری میدان کشت پخته را نظر به سال گذشته افزون نمایند. در معرکه کشت اول پولمدانه که از جماعت دهات دهقان‌آباد در خوجگی دهقانی به نام لطیف مرادوف شهر حصار آغاز گردید، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و ریاست کشاورزی شهر حصار با دهقانان و زحمتکشان خوجگی خرد و بزرگ پختکار صحبت‌ها گذراندند. برای سریع وقت و خوش‌صفت گذراندن کشت پولمدانه مصلحت‌های مفید دادند. همچنین ذکر گردید که ساحه پختکاری بر رشد صنعت سبک، صادرات محصولات و با جای کار تامین نمودن اهالی مساعدت می‌نماید. سال گذشته ما در 175 گکتار زمین پولمدانه کشت کرده بودیم. امسال سپارش امر جناب عالی را گرفته 300 گکتار زیاد کردیم. سال گذشته از همین منطقه از همین زمین ها تا 40 سنتنر پولمدانه نوی تخمی فلش کرده بودیم، 40 سنتنر پخته گرفتیم. امسال نیت داریم باز همون تخمی بهترین کشت کرده با تخمی پلانی پخته رو 45 تا 45 سنتنر رسانیم. از این لحاظ کارکرد زمین، رفت زمین همه رو کارکرد اگراتکنیکی زمین رو به سطح اعلا رساندیم که همین پولمدانه کشت کرده ما یک حاصلی نمایان، یک حاصلی خوب تیاد. برای سریع وقت به انجام رساندن معرکه از حساب متخصصان ساحه گروه کاری تأسیس یافته تمام تکنیک و ماشین آلات‌های کشاورزی به کشت پخته سفربر کرده شده است. باید گفت که با مقصد به دست آوردن حاصل بلند امسال کشاورزان منطقه با اگراتکنیک کشت پولمدانه اهمیت مخصوص ظاهر نمودند، تخمی‌های با صفت را انتخاب نمودند. کشاورزان خوجگی‌های خرد و میانه پختکار شهر حصار از باد و هوای مساعد بهاری ثمرناک استفاده نمودند. عزم دارند که کشت پخته را در منطقه تا دهه اول ماه اپریل به انجام رسانند. گزارش خورشید حلیم و فیروز میرزاєв از شهر حصار برای برنامه اطلاعاتی نوید.